أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، طول یک هفته انشاءالله که دوام عکس ما کدامید که اپیدیوم بست برای هم خنیکی فایده داره، هم برای انسانایی که از جهت هم خوابگی با همراه هم سرشون مشکلی داره برای اونها منفعت خوب میده و هستک یعنی بعضی بالک تمترکش و انشاءالله قرآن ها ولی هم عکس ما دوام داره. عکس ما میتونید که انشاءالله رقم هایی که در روی اکران میبینین 8966 888 92 92 میتونید که انشاءالله که مراجعت کنین. برادرها در زنگ های شما جواب میدهند. و چند نوع داروها هستند برای برادرانی که مثال گریبوک دارن یا که پاهاشون بو میکنن، یعنی هسته مز میشه که طول یک هفته هم بوشه بو میکنه، هم یعنی بعضی حالتو میشه پاهاشون میکفن، برای همونها منفعت خوب داره. و هسته وزیلین ها هسته برای سوستاف، برای فربه کردن، برای خراب کردن، یعنی بسیار برادران میپرسن برای خراب کردن. یعنی از همه بهترین دارو که در شرکت رسیب فروخته میشه کد اس، همه رو اینترنت بزنید، همه پولنی چیشه میفهمین، آزدشه و سستافشه چی تو کردگیه و هستن دارو هم میگه برای کودکا و برای کلانا، برای تمام بیماری ها را یعنی شفا بخش الحمدلله، برای اولچینی پامیت یعنی ذهن انسان خوب میکنه، فکرش و استخوان‌ها را بخواد میکنه، برای کودکا را ویتامین ها هستند و دارو برای دیل هستند، برای پرستاتیت، برای ژلوتکا، گاستریت، برای چند نمود یعنی برای سحر و جادو، یعنی سمیس اجرا، برای سحر و جادو برادران که سحر و جادو دارن برای اونها هستند. الرحیم برای شخصانی که یعنی خفه میزنن و برای کسانی که سوستافاش در میکنن استخوان‌ها، برای اونها چند نوع مزه ها هستند و برای انسانایی که یعنی پوستاشون سفید میشوند، یعنی مشکلی پوستا دارن، برای اونها هم هست دارو. و قرآن ها چند نمودش هست. قرآنی با زبان انگلیسی یعنی ترجمه کردگی با زبان انگلیسی و زبان تاجیکی هم هست. میتونید که انشاءالله که برقم ها زنگ بزنید. این قرآن تاجیکی میتونید که انشاءالله زنگ بزنید، میتونید که دستافر کنیم به تمام شهرهای روسیه. سأل سائل بعذاب واقع یعنی در این پرا ترجمهش کرده این ارسلنا نوحا الى قومه، به نام خدای بخشنده و مهربان. سوال تاجیکی ما خوب خوانده نمیتونم زبانی ببینید. انشاءالله که میتونید که زنگ بزنید، میتونید که برای شما دستافر کنیم با واسطه پشت رسیه روان کنیم. ده نوعی یعنی قرآن به زبان روسی ترجمهش ده نوعش هستند. مثال این رقمش هست در پرش مثال بگیریم آیاتهای قرآن که در دیگر طرفش یعنی ترجمه پریودش کرده گیم و ایش یعنی تنها مثل آیات یعنی هم پریود که هم تفسیرش کرده گیم، یعنی دیگه نداره بگیم طرفایی که به زبان عربی اوش نیسته، تنها بگیم این سوره ها خودشونه یعنی پریودی خالیشه. خب انشاءالله که میتونید که زنگ بزنین. و چند نمود چای ها هست. این مصحف التجوید یعنی قرآنی با تجوید، یعنی طرز خوندنش الحمدلله که آسونه و چشم انسان ها رو نمیزن که دومی که قرآن خانه نو قرآن خانه شروع میکنن برای همونها چشماشو نمیزنن و اینجا با چند لفظ قطعی نوشتهش دیگه که یعنی در جایی که مثال غنه کردن در دیگه تنوین و دیگه مثال بگیریم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یعنی به نهایت آسان کرده خوندنش. کسانی که انشاءالله نو شروع میکنه به تلاوت قرآن برای اونها به نهایت یعنی واضح کرده که تو اینکه در خواندنشون خطا نخونن، غلط نخونن. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نرخی قرآن 600 روبلی روسی. میتونید که انشالله که برقم ها زنگ بزنیم برای شما با واسطه پشت یا اینکه در مسکو باشن میتونید که خودتون بیاین ببرین. بقدر امانی الله. السلام علیکم. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتزدرني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة